در این ویدیو خواهید فهمید چطور تونی استارک به دکتر دوم تبدیل میشه. احتمالاً تا الان همتون فهمیدید که در کامیک کان سندیگو سال 2024 رابرت دانی جونیور به عنوان شخصیت ویکتور وان دوم قراره به دنیای مارول و پرده سینماها برگرده. قطعاً از خودتون پرسیدین که چطور همچین چیزی ممکنه و براتون سواله که چطور میخوان داستان رو پیش ببرن. در این ویدیو من میخوام کامیک آیرون من دیمن این آرمور رو براتون تعریف کنم. کامیکی که در اون ذهن دکتر دوم درون بدن تونی استارک قرار میگیره. احتمالاً تا پایان این ویدیو جواب سوالاتتون رو گرفته باشید. حتما ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. اگر هم نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید. بریم سراغ ویدیو. ماجرا از جای شروع میشه که تونی استارک توی دوران جوونیشه. اون وارد دانشگاه میشه و میره خوابگاه. توی خوابگاه میبینه با شخصی به اسم ویکتور وان دوم هم اتاقیه. توی داستان اصلی فانتاستیک فور و دکتر دوم با شخصیت رید ریچاردز هم اتاقیه، همون مرد لاستیکی توی فانتاستیک فور. اما اینجا توی کامیک وات ایف مارول یکم داستان فرق میکنه. کلا سری های وات ایف در مورد یه سری دنیاهای جایگزین هستن و کانون اصطلاحاً نیستن و ربطی به داستان های اصلی که تا الان توی فیلم ها و کامیک ها و یا انیمیشن ها دیدیم ندارن. خلاصه که شخصیت تونی استارک همون شخصیتیه که ما توی سری های اصلی آیرون من میشناسیم. یه شخصیت چیزی به جدی نمیگیره، دختر بازه، خیلی اهل خوشگذرونیه، اصلا هیچی براش اهمیتی نداره. اما برعکس تونی استارک شخصیت دکتر دوم خیلی جدی بود، مصمم بود، هدفدار بود و یه جورای عکس تونی استارک بود. دکتر دوم علاوه بر این که از رفتارهای تونی استارک خوشش نمی اومد، اما به خاطر هوش و استعدادی که اون داشت براش احترام قائل بود. یه حسادت خیلی ریز هم به تونی استارک میکرد. مثلا بهش یه جا گفت که من برای هر چیزی که تو زندگیم به دست آوردم، حتی این بورسیه تحصیلیم، کلی زحمت کشیدم، در صورتی که تو همه چیزو داشتی، بابات پولدار بوده و برای هیچی تلاش نکردی و هیچیو جدی نگرفتی. خلاصه که هفته‌ها میگذره. یک روز ویکتور وان دوم تونی استارک رو صدا میکنه و با خودش میبره به یک زیرزمین قدیمی. توی زیرزمین تونی استارک دور و برش رو نگاه میکنه و میبینه چیز خاصی وجود نداره و بهش میگه چرا منو آوردی اینجا. ویکتور وان دوم یه دریو باز میکنه و میرن توی یه جایی مثل یه حالت آزمایشگاه ماننده. ویکتور وان دوم میگه که میخوام یه اعترافی بکنم. من اون روزایی که بهت میگفتم توی کتابخونه دارم درس میخونم، در واقع این کارو نمیکردم. توی این زیرزمین داشتم روی یه سری کارهای دیگه تحقیق انجام میدادم. دانشگاه میخواد فاند منو قطع کنه و من دیگه بدون فاندم نمیتونم تحقیقاتمو ادامه بدم. به همین خاطر اومدم یه سری تجهیزات از دانشگاه دزدیدم و آوردم اینجا تا بتونم اگرم فاندمو قطع کردن تحقیقاتمو اینجا ادامه بدم. تونی استارک به ویکتور وان دوم میگه که کار خیلی خطرناکی کردی، خیلی ریسکیه، اگر بگیرن اخراجت میکنن. چی پیش خودت فکر کردی همچین کاری کردی؟ ویکتور به تونی میگه که حرفات کاملا درسته، اما اگر دستگاهی که میخوام بسازم به نتیجه برسه، نه تنها دانشگاه منو اخراج نمیکنه به خاطر این کاری که کردم، بلکه به مدال هم میدن. من میخوام دستگاه تلکینتیک بسازم، دستگاهی که به آدما قدرت میده با ذهنشون اشیا رو کنترل کنن. فکر کن این دستگاه چقدر میتونه به افراد ناتوان و معلول کمک کنه. تونی استارک بهش میگه که مگه دیوونه شدی، همچین دستگاهی که امکان نداره نتیجه بده و جواب بده. ولی ویکتور اصرار میکنه که این دستگاه کار میکنه. تونی برمیگرده به ویکتور میگه باشه، اصلا فرض کن این دستگاه جواب میده، اما چرا من باید بهت کمک کنم؟ تو کلا با من بد اخلاق بودی، از روزی که رسیدم روی خوش به من نشون ندادی، حالا میخوای یه همچین کاری خطرناکی باهات شریک بشم و کمکت کنم؟ ویکتور بهش میگه نذار التماست کنم و خواهش میکنم قبول کن. از طرفی که تونی استارک شخصیت نسبتا با معرفتی داره، قبول میکنه پیشنهاد ویکتور رو. چرا میگم شخصیت نسبتا با معرفتیه؟ چون تونی استارک شخصیتی داره که کاراشو انجام میده بدون اینکه فکر کنه به عواقبشون. مثلا توی آیرون من 1 در کارخونه استارک داشت موشک میساخت، اسلحه میساخت و به عواقب این کاری که داشتن میکردن اصلا فکر نمیکردن و پول براش مهم بود. اما در وقتی که فهمید این اسلحه ها داره علیه آدمای بیگناه استفاده میشه و داره علیه خودش استفاده میشه، رفت و اونا رو نابود کرد. در کل آخر کار درست انجام میده تونی استارک. خلاصه که اون دو نفر شروع میکنن به کار کردن روی پروژه.
یه مقدار که پروژه پیش میره، تونی استارک کم کم متوجه میشه که از کارکرد دستگاه اطلاعات درستی نداره. ویکتور هست که داره همه کارا رو انجام میده و اونه که دقیق میدونه چه اتفاقاتی داره میفته. البته خب طبیعی بوده، این پروژه ویکتور بوده. خلاصه پروژه تموم میشه و اون دو نفر دستگاه رو میسازن. تونی استارک داوطلب میشه که بره دستگاه رو امتحان کنه. اون پیش خودش میگفت یا این دستگاه کار میکنه و من قدرت تلکینیس به دست میارم که خیلی عالیه، یا اینکه نه کار نمیکنه و چیز خاصی هم از دست نمیدم. تونی که میره میشینه توی دستگاه، ویکتور میره و دست و پای تونی رو به صندلی میبنده. تونی تعجب میکنه از این کار ویکتور و بهش میگه که داری چیکار میکنی؟ چرا منو داری میبندی؟ ویکتور هم اونجا نقشه حقیقی و واقعیشو برای تونی افشا میکنه. اون میگه که دستگاه تلکینیس یه دروغ بود. این دستگاه قرار ذهن من و تو رو جابجا کنه. من میخوام ذهن خودم رو بیارم توی بدن تو، آگاهی خودم رو بیارم توی بدن تو تا هر چی که داری، قدرت، پول، ثروت رو به دست بیارم. ویکتور دستگاه رو استارت میکنه و دستگاه بدون هیچ مشکلی فرایند رو انجام میده. نگهبانا از اون طرف که شک کرده بودن یه اتفاقاتی توی زیر زمین داره میفته، میریزن و درو میشکنن و میان تو. وقتی میان تو میبینن دو نفر روی صندلی نشستن. شخصی که به نظر میومد تونی استارک هست میفته روی زمین و میگه که اون میخواد روی من آزمایش انجام بده، کمکم کنی. اون منظورش ویکتور هست. نگهبانا به دو دلیل به شخصی که فکر میکنن تونی استارک هست اعتماد میکنن. یکی این که خب تونی استارک بوده، شخصیت معروف و با قدرت و پرنفوذی بوده. دوم این که اون شخصیت تونی استارک که داشته این حرفو میزده آگاهی داشته، به هوش بوده، اما شخصیت ویکتور که اون طرف بوده به هوش نیومده بوده هنوز. بعد از یه مدت کوتاهی بدن دکتر واندوم هم به هوش میاد، اما خب اون هیچی به خاطر نمی آورد. در واقع تونی استارک توی بدن دکتر واندوم گیر افتاده بود و اصلا یادش هم نمی اومد که قبلا تونی استارک بوده، اصلا چه اتفاقاتی افتاده. خلاصه که بورسیه تحصیلی ویکتور واندوم قطع میشه و اون مجبور میشه برگرده به لاتوریا، همون جایی که ویکتور واندوم به دنیا آمده بود. تونی استارک توی بدن ویکتور واندوم توی لاتوریا کاملا خورد شده بود، داغون شده بود، اصلا هیچی یادش نمی اومد که چه اتفاقاتی افتاده. فکر میکرد همیشه یه آدم بدبخت و بازنده بوده. اما یه مدت که میگذره، این هوش و استعداد تونی استارک تو اون بدن یواش یواش خودشو پیدا میکنه، میگرده دنبال راه حل. و منظورم این نیست که به خاطر میاره اتفاقاتو، نه، منظورم اینه که کلا تونی استارک استاد اینه که همه چیزو ازش بگیری و اون دوباره شروع کنه همه چیزو از اول ساختن. اون شروع میکنه به مطالعه کردن و در کنارش کار میکنه تا زندگیشو بگذرونه. اون موفق میشه دوباره یه بورسیه تحصیلی توی لاتوریا به دست بیاره و بره اونجا و دکتراشو بگیره. از اون طرفم ویکتور واندوم توی بدن تونی استارک توی شرکت استارک داشت همه کار میکرد، رشوه میداد، آدم میکشت، حتی یه دسیسه چید و پدر تونی استارک رو هم کشت چون مانع یه سری نقشه‌اش شده بود و داشت بو میبرد که یه اتفاقاتی افتاده و این اصلا تونی استارک نیست که داره باش حرف میزنه، یه جوری شده تونی. از اون طرف تونی استارک توی بدن ویکتور واندوم یک شرکت تأسیس میکنه به اسم شرکت دوم اینداستری. این شرکت دوم اینداستری فوق‌العاده موفق میشه قطب انرژی دنیا. یه آرک راکتور طراحی میکنه که باهاش انرژی پاک تولید میکرده، چیزی که اصلا توی دنیا تا اون موقع وجود نداشت. این آرک راکتور و این دوم اینداستری کل لاتوریا رو از این رو به اون رو میکنه، پولدارشون میکنه، میارتشون توی اخبار و در کل همه چیز به اون کشور میده. یه شخصیت فوق‌العاده محبوب میشه دکتر دوم توی لاتوریا. وقتی خبر این موفقیت بزرگ و این آرک راکتور به تونی استارک میرسه، که میدونیم دیگه الان این دکتر دومه که به ظاهر تونی استارکه، خیلی عصبانی میشه و تصمیم میگیره که بره اونجا رو خودش شخصا نابود کنه. اون میره سراغ یک لباس مخصوصی که برای ارتش طراحی کرده بود، همون لباس آیرون منه ولی سبز رنگ. در واقع این لباس رو طراحی کرده بود که ارتش بفروشه، اما اینجا دیگه خودش مجبور میشه ازش استفاده کنه. البته اسم اون شخصیت الان آیرون من نیست، من گفتم آیرون من که بدونید منظورم چیه. اون میره سراغ لباس مخصوصش. از اون طرفم دکتر دوم یا همون تونی استارک که توی بدن ویکتور واندوم هست متوجه این فعالیت و این کاری که میخواد تونی استارک انجام بده میشه. یه سری جاسوس داشته اونجا و بهش میگن متوجه میشه و در صدد این برمیاد که جلوش مقابله کنه. اون میره سراغ یک لباسی که قبلا طراحی کرده بود. طراحیش یه طراحی قدیمی لاتوریاییه. این لباس برای دفاع طراحی شده بود و مجبور میشه تونی استارک که اونو بپوشه. یه مقدارم بهبودش داده بود و اونو میپوشه. اون لباس دکتر دومه، به عنوان لباس دکتر دوم ما میشناسیمش، اما به جای اینکه سبز باشه نارنجی و زرد، در واقع رنگ‌هایی که نشون دهنده تونی استارک هستن.
خلاصه تونی استارک با لباس آیرون سبز رنگ میرسه به لاتوریا و میره سراغ راکتور. اون موفق میشه راکتور رو نابود کنه، اما توی برگشت با دکتر دوم مواجه میشه. اون دو نفر با هم مبارزه میکنن. آیرون من فوق العاده برتره نسبت به دکتر دوم. چرا؟ چون لباسی که طراحی کرده بود لباس مخصوص جنگ بود، اما لباس دکتر دوم لباس دفاع بود و عملا نمیتونست کاری با آیرون من بکنه. اما در نهایت این دکتر دوم هست که موفق میشه برتری پیدا کنه نسبت به تونی استارک. وقتی که اون روی زمین افتاده و شکست خورده، به دکتر دوم میگه که من میتونم کاری کنم تا تو زندگی قبلی تو به دست بیاری. دکتر دوم هم که نمیدونسته داره در مورد چی صحبت میکنه، میگه که زندگی قبلی چی کجا بوده، من اصلا همیشه همین بودم. اینجا تونی استارک براش توضیح میده که قضیه چی بوده. قضیه آزمایشو براش میگه، قضیه این که قبلا چی اتفاقاتی افتاده رو براش تعریف میکنه و بهش میگه که من همه اون زندگی رو بهت برمیگردونم. حتی میرم به دنیا هم میگم که من هستم، من بودم، در واقع دکتر دوم بود که این کارا رو داشت انجام میداد، نه تونی استارک. و تو میتونی هم ظاهرتو به دست بیاری، هم شهرتتو دوباره به دست بیاری. اما برخلاف چیزی که فکر میکرد، دکتر دوم یا در واقع همون تونی استارک که توی بدن دکتر دوم هست قبول نمیکنه پیشنهادشو. اون میگه که الان تونی استارک رو همه به عنوان یک شخصیت فاسد و خلافکار میشناسن، اما به جاش دکتر دوم نماد صلح و دوستیه. چرا من باید همچین کاری بکنم؟ چرا باید بیام یه موقعیتمو از دست بدم؟ من از این چیزی که دارم، از اون شخصیت دکتر دومی که ساختم راضی هستم. تو با ظاهر تونی استارک میری توی زندان و من با ظاهر ویکتور واندوم به زندگیم ادامه میدم و روز به روز موفق‌تر میشم. الان احتمالاً پیش خودتون میگین که خب دکتر دوم که شخصیت مثبت داستان شد، طبق چیزی که توی تریلر توی کامیک کان بهمون گفتن که شخصیت دکتر دوم قراره شخصیت منفی دنیای مارول بشه. خب حالا شما تصور کنید به جای اینکه دکتر دوم به آیرون من غلبه کنه که طبق کامیک بود، فرض کنید که برعکس بشه، یعنی آیرون من سبز رنگ بتونه غلبه کنه به دکتر دوم. یعنی در واقع تونی استارک با ذهن دکتر دوم بتونه مبارزهشو پیروز بشه و بره هویت دکتر دوم رو به دست بیاره، ماسک و شنلش رو به دست بیاره. اینم اضافه کنم که یه عده اعتقاد دارن که این شخصیت در واقع شخصیت اینفیمس آیرون من هست. اینفیمس آیرون من داستان آیرون من هست، در واقع خود تونی استارک خودشه، ولی به خاطر اتفاقاتی شخصیت منفی داستان میشه و تغییر پیدا میکنه به دکتر دوم. اما این نظریه به نظر من اشتباهه. همچین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته، چون که توی معارفه رابرت دانی جونیور کارگردان و تهیه کننده ها مشخصا از کلمه دکتر دوم و ویکتور واندوم استفاده میکنن. یعنی اون شخصیت ویکتور واندوم هست. توی دنیای اینفیمس آیرون من شخصی به اسم ویکتور واندوم وجود نداره و همون تونی استارک هست که بد شده و به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد و داستان فیلم دومزدی یه جورایی نزدیک به داستان کامیکی که براتون تعریف کردم. ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. من مجتبی هستم و اینجا کانال مدیا گیم هست.